زمین. وقتی که تو در بالای این زمین دستی با تجاوز میزنی، دستی برای زنا دراز میکنی، این زمین میگه داد و فریاد من میبراید، داد و فریادش میبراید. حتی میگه ندارم طاقت عصیان این بار، پروردگار آخه من طاقتی اینقدر عملهای زیسته که در بالای من کرده ایستادن، من طاقتی برداشتنی این بار ندارم. خدایا میگفتم زی من این آسیان را زود بردار، خدایا درو این از بالای من بردار، درو این با من هیچ وقت در بالای من این گونه بنده زیشت و بنده ناخوب بالای من قرار نده. برادر عزیز، چگونه در روایت ها میآید که یک آدم نمازخوان وقتی از روی زمین کنده می شود 40 روز زمین به سوی پروردگار عرضه میکرد از خدایا این نفری بود که سبحان ربی الاعلی میگو، برای چی جان این قبض کردی؟ السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانه شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. کودک هایی که از پیشاب تنقیسی میکشند و تیز پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستید امروز رو توصیه میدهد که شما میتوانید. سلام علیکم برادرو، بسیاری شما دارو برای گرده میگفته. مرحمت برادرو، ای فیلم شفافرما با شما پیشنهاد میکنم، هم برای سنگ نمک گرده همچنین برای وسپالینش. مرحمت زنگ بزنید، به همه شهرها دسترسی میکنید. از پروستاتیت، تیز پیشاب نمودن و ضعیف بودن مردانگی تنقیسی میکشید، پس این مشکلی حل است. و شرکت شفافرما زنگ زده امپیلوس اپیمدینای پاستای خود را زکاس نموده دسترس مینمایید. اپیمدینای پاستا استحصال ترکیه بوده و بسیاری کسلی ها به مثل پروستاتیت، گرمون تستوسترون پاس بودن و همچنین تنه را با قوت نمودن، مردانگی ضعیف داشتن ایاری خود را میرسوند. میتوانید زنگ زنید، داروی خود را دسترس نموده مشکلی خود را حل کنید. آیا زمین که یکی از مخلوق خداست این قدر از که بیچاره زبان ندارد که و سویش تو گوید که ای ناخلق زود است که تو از پشت من و شکم من میاری آتا میبینی، این قدر بیچاره قوت ندارد. برادر عزیز، زمین به سوی پروردگار میناریدد. از خلوتی تو درک دارد، بگذار تو چراغا را خاموش کن، بگذار تو کجایی نباشد، زیر زمین بدرایی، بالای زمین نبرایی، در هر جایی که نباشی الله تو را میبیند. زمین تو را شاهد است. بالا یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. برادر عزیز، سوره مبارکه نور را کشاده کن. خدا میگه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. بنده میگه تو بگذار جای خلوت را، بگذار از چشم پدر و مادراتان پنهان کنید، بگذار از چشم ملاها و حکومتداراتان پنهان این عمل انجام دهید، لیکن فراموش نکن روز قیامت پروردگار میگه شاهدی میدهد بالای تو که السنتهم، ان همین زمانه که با او تو این مراسا میکردی و این زمانه که در زبان او میگذاشتی و زبان او را گویم که نمیدیدی و دیگر میگه این زبان بالای تو شاهدی میده. خدا میگه یوم تشهد علیهم السنتهم، ان همین زبان بالای تو گواه است، همین شاهد است بالای تو. و ایدیهم، این دستایی که تو را در آغوش بگیری، این دستایی که تو بدنی که به او رسانیدنی تو برای تو یک زیان و ضرر میساز میکنی، این دستها بالای تو شاهدی میده. خدا و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون، این قدمهایی که تو برای واخوری اعلان کردی،
قدم‌هایی که تو برای جایی گویم که فسق و فسادی خودت معین کردی و قدم زده رفتی، این قدم‌ها هم به سوی پروردگار تو روز قیامت شاهدی می‌دهد. حضرت داوود علیه السلام ببینید دادر عزیز که اونها معصومی از گناه بودند، گناه نمی‌کردند، از گناه می‌ترسیدند. حتی در مناجات حضرت داوود گفته بود پروردگارا مبادایی که اگر این پایهای من در راه قدم زند که رضاگی تو نباشد، در راه قدم زند که غضب تو بیدار شود، فرشته های تو ناراحت شود، فکر رجلای خدایا پاها بشکن، خدایا نگذار قوت نده در پای من که به سوی این گناه من قدم زنم. برادر عزیز، برای چی این سخن پیغمبرها را برای خودت شعار نمیکنی؟ و تو تلفن گپ میزنی یا یک لحظه با او بهم اصطلاحهای روزه آتیش بگینی، این چقدر برای تو ضرر است، چقدر برای تو وزنینه میاره. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اما یاسین بالای بیماری ها میخوانید برادر عزیز، میدانید در همین سوره یاسین خدا چی گفته ایستاده؟ روز قیامت من در دهان شما مهر میزنم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امر میکنم که دستها بالای این بنده اخبار ده چیکار کرد؟ دستها یکایک همش میگوید. امر میکنم با پایهای تو کجا رفت؟ یکایک بالای تو خبر میدهد. نه دروغ نه تهمت، آن چی کردی همش میگوید. ببین و جای خلوت چی در کار؟ از کی خلوت میره؟ از دو در یازی آخه شما توفیق شما کجاست؟ خدا تحصیل کجاست؟ و پشت با پشت الحمدلله مسلمان آمده بود. قصه ای که در غار 3 نفر آدم 3 تا جوان مرد خوش به حال اون جوان مردها وای جوان مرد بودن. جوان مرد آن کسی است که در اطاعت پروردگار است. این جوان مردی نیست که شما آبروی ملت ما نریزانید، آبروی مسلمانی ما نریزانید. این جوان مردی نیست. وقتی در غار افسیدن بالای اونا سنگ آمد و گویم دهن غار محکم کرد، تاریکی فرا گرفت و یقین به دلشان گذرانیدم که ما اگر از اینجا خلاص نشویم اینجا هوا نمیرسد، زود است که خلاص میشویم. هر 3 بچه‌های سالم و صالح که بودند گفتن یگانه چیزی که ما را از اینجا نجات میدهد عمل صالح ماست. اگر عملی خوب کرده باشه، پیشگاه خدا از برای خدا کرده باشه، الله ما را از اینجا نجات میدهد. یکی از اون چی گفت پروردگارا من کودکای خورده دارم، بای به دولت نیستم، همون یک چینی شیر عمدی سرمایه زندگی من همون یک چینی شیر است. خدای مهربان، من وقتی این شیر از گاو می دوشم و یا اول از برای آن که تو گفتی که پدر و مادر تا حرمت کن، من کودکای خود منه اول پدر و مادرم دا برده می رسانم. شب آمدم که پدر و مادرم خواب بودن، کودکام همون روز خیلی گرسنه بودن، لیکن پروردگارا به خاطر امر تو، به خاطر که مرا دعوت کردی و سفارش دادی که پدر و مادر حرمت کن، من آمدم که پدر و مادرم خواب بودن و هیچ دیگر قدرت پیدا نکردم که پدر و مادر ما بیدار کنم و بالای سر اونها ایستادگری کردم. تا سحر ایستادگری کردم، سحر که چشمشان کشادن، شیر پیشکش کردم، شیر خوردم، هر چیز از باقی ما به فرزندان بردم. خدای اگر همین از برای تو کرده باشم، همین سنگ از بالای ما دور کن. وقتی این گفت که عمل از برای خدا بود، جوان مردی حقیقی که بود، دیگر سنگ کم یگان شاید نیم متر بود یا از کمتر پیشتر رفت، یک روشنایی غار فرا گرفت. گفت برادر عزیز کنی تو هم آخر بچه سالم صالحی، الحمدلله که ما در چهره تو آثار خوبی را میبینیم، کنی یک عمل تا پیشنهادی خدا. او چی گفت؟ گفت پروردگارا من دختر عمه داشتم، دختر عمکی داشتم، خیلی صاحب جمال بود،
به نهایت دوستش می داشتم. دوست به معنایی که جای شود، شرایطی شود که من با این همخوابه شوم. خداوندا یک زمان قحطی آوردی، این دختری عمکی من خانه ما آمد و گفت برای من قرضی که در خانه ما چی دینی؟ من گفتم من 120 تنگه برای تو میدهم، لیکن تو نفس در من نبخشی، الان من با تو همخوابه میشوم، اصلا با طریق زنا. دیگر وقتی 120 تنگه این دختری عمکی من گرفت و خودش میگه در اختیار من بخشید. بعد از این میگوید من دختر عمک میگه عریان کردم، خود من عریان شدم. ببینید و زمین غلطانیدم، در بین پای او در آمدند وجود دختر عمک من مثل برگ بید میلرزید از ترس. ببینید از ترس که این چه عمل است که من بجا میارم. از زیر میگوید، از زیر از پایان به جانب من گفت، بچه عمکی گفت از خدا بترس، همین بکارتی مرا نگیر، این بکارتی من حق تو نیست، این حق شوهر من است. پروردگارا همون کلمه که این دختر از زیر پای من گفت که از خدا بترس در جیگری من تأثیر کرد و من همون عمل نکردم، از برای ترسی تو از بالای این دختر سلامت خیستم. خدا اگر از برای تو کرده باشم، تنگ از بالای بازور کن، تنگ کلن از بالای غار بیرون شد. برادر عزیز، کنی همتا جوانه که از این خیل حالت خود داری کند. امروز جوانای ما در این حالت نه، در این حالت دخترها را وادار میکنن و میارن. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. برادر عزیز، این آیت خواندم از سوره مبارکه مسلیت است. خدا میگوید روز قیامت گوشهای تو، چشمهای تو، ببینید بالای تو شاهدی میدهد و جلودهم، خدا را ببین، و جلودهم، پوست شما بالای شما گواهی میدهد، پوست هاتان. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. بعدا این آدما وقتی که بالاشون شاهدی میدهند، بعدا میگفته پروردگارا، میگفته پس روی پوست خود میگفته لما شهدتم علینا، برای چی تو بالای ما شاهدی داده ایستاده ای؟ پوست. پس روی صاحب خودش میگفته انطقنا الله الذی انطق کل شیء. ابله، پروردگار مرا امر کرد، پروردگار مرا زبان داد که بالای اخبارات دی. پس کجا جای گره؟ کنی جایی که خدا نباشد، کنی همتا جا نیست. برادر عزیز، همه جا خدا در قرآن گفت لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشم در دنیا مرا نمیبیند، یگانه جایی که شما مرا میبینید این جنتی ها در جنت است، لیکن در دنیا من همه چشم های شما را میبینم. خدا میگه همه شما را میبینم. این خاطر فکر میکنم که این آیت های قرآن باید در داخل جگر ما و شما مثل تیره که از جانب کسی به سوی ما و شما زده می شود، همچنان تیر باید در وجود ما و شما تأثیرش باقی ماند. زیرا ما در آینده قیامت داریم، در آینده گور داریم. برادر عزیز، در یک جنازه بودم، وقتی پرسیدم که این کس کی باشد، همه پرسید، گفتن این آدم چه آدم الفتی بود. گفتیم چه الفتی بود؟ گفتن همین بسیارتر همین عرق می نوشید، لیکن با کسی کار نداشت. مردم ساده را بینه، با کسی کار نداشت. برادر،
بگذار به کسی کار نداشته باشد، لیکن شکستن امر خداست بود و امر خدا را شکسته ایستاده است. از این دیگر رنجش زیاد است. و تو همسایه‌هات آزار ندادی، رفیقات آزار ندادی، و شیطان را خرسند کردی، الله را غضبناک کردی. کو این شفیق را نمی‌دونی. خدا کند که اگر ساعت نآید که ما و شما از دنیا گذریم و ما و شما را میگم بسیار الفتی بود، بسیار زنکباز بود، بسیار چشمی گرگ مانند داشت که هر کسی را که میخواست او را حتمی به آبرو میکرد. خدا نکند از جمله اینا باشیم. تو میدانی که جاویدان نمانی، حضرت سعدی میگو تو میدانی که جاویدان نمانی، روا دانی که نامی بد میماند. تو یقین ندانی که میمری راه نداری. نابسا جوانی پیران سالی، ولی جای تعصبش این است که بعض پیران سالای ما دستی در زنا دارند. باور کنین بعض پیران سالای ما دستی در زنا دارند. حبیب خدا گفتن ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. گوش کن. اگر عمر گذشته باشه و دستی در زنا داشته باشی، اگر خودت ذره ایمان داشته باشی، این حدیث پیغمبر خدا تو را باید که بیدار کنه. سه طایفه را حبیب خدا میگه روز قیامت خداوند عیب نمیبیند که با اینها صحبت کنه، عیب نمیبیند. ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه. روز قیامت خداوند خواهیش هم ندارد که با این سه طایفه چیکار کند؟ صحبتی داشته باشه، گپ بزند، عیب نمیبیند، روا نمیبیند خدا. ولا ینظر الیهم، و اونها نظرم نمیکند. گویا سه نفری که تماما در کار نیستند. ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. پیغمبر خدا بود خدا اینها را در روز قیامت پاک هم نمیکند. ببینید ولهم عذاب الیم. خدا گفت برای اینا چنان درد عذاب دهنده دارم، آنچنان درد علم آور دارم که تمام دوزخی ها صدای اینها را میشنوند. ولهم عذاب الیم. یکون کیست؟ شیخ زانی، موی سفید زناکار، موی سفید زناکار. دوم البیاع الحلاق، سوداگری که برای آنکه خریدار از پیش او دور نرود، خریدار باید حتمی مال وی خرد، تمام دروغ ها را قسم بخورد. جوانای عزیز، اکثر شما سوداگره، بعضی هاش همون خریدارها که از مالهای خطای و دیگرها که مانده شده گیان مقصد، بعضی همون مالهایی که در آن کنده می شوند، ای کمبغلی بیچاره را پولش دلش که با پولش می سوزد، حتی می پرسد همین مال همون است؟ نه نمیگه، این مال تماما مال وی نیست. میداند یقین دروغ. برادر عزیز، چهار عمل بالای تو، خدا با تو گپ نمیزند، نظری رحمت ندارد. ببینید پاکت نمیکند، عذابی در جهنم میزند. کدام وقتی که تو خریدارها را فریب بدهی، برای سودای گرم خودت فرق ندارد، هر قسمی نباشد خوردن بگیری. البیاع الحلاق، به نام خدا قسم میخورد. به نام خدا قسم خوردن این 3 روز کفارت دارد، کفارت دارد. این حتی انسان تا 3 روز روزه نگیرد ولی مرتکب گناه کبیره است. دادرد آقای برادرای شما هستند، چرا یارم پیغمبر خدا بازار رفتن، یک خرما فروش دیدن که بالا خرماهای خوب و زیرش خراب بودن. حبیب خدا در آن میگوید با دستی مبارکش خرماهای بالا را طرف زیر تیره کرد، بالا پایانا را با همش عراره کردن. گفتن هر کسی که اگر هم خیانت میکند وای از ما نیست، بسن و از ما نیست و از اسلام ما نیست.
بگذار دادر یعنی همون 100 سوم فایده بینی، 200 سوم فایده بینی، تو از ضررهاش فکر نمیکنی که خدا قدرت دارد که ضرر ندارد که به $1000 جان خلاص میشود. اینش هم خدا قدرت دارد. کمرصدین و جدام چگونه معامله کردیم تا معامله را تو با منتظر شد. سوم حبیب خدا گفتند امام الجادر در بعض روایت فقیر المختار، کم بغلی که تکبری میکند، کم بغلی تکبری میکند. اگه آدمایی که ثروت دارن، مال دارن، پول دارن، اونا را که حق تکبری ندارن، لیکن یک جای تکبری تکیه کردن دارن که میگه پولی بسیار دارم. لیکن تو چی داری؟ تو با چی تکبری میکنی؟ این سه طایفه را حبیب خدا گفتند خداوند با اینا صحبت نمیکند، اینها را نظر رحمت ندارد و اینها را پاک نمیسازد، برای اینا عذاب دردناک. برادرایی که در دولت‌های روسیه هستیم، برای ما صداهای زنکیل زیاد می آید. در روسیه هم خدا هست. در کدام دولتی که تو مبتلای زنا می شوی دادر عزیز، خدا همون جا برای تو گناه می نویسد. اگر پیغمبر خدا گفت کسی در سفر هر یک خدمت نباشد، پای خدمت شود، پای سفر شود و در همون سفر 5 وقت نماز خواند، از حرام کرده های خدا اگر اجتناب کند، دور باشد، وقتی اگر در همون جا خدا جانش گیرد، روز قیامت گفت از گروه شهیدها روی سر میبردارد. مجاهدای در راه خدا، کسی در سفر از دنیا میگذرد، زمانی که 5 وقت نماز خوان است و یگان کار حرام چند نمیزند، وی مجاهدی در راه خداست، و از گروه شهیدهایی که در راه خدا کشته شدند روز قیامت سر میبردارد. این چه فضل بلندی است. بیایم به سوره نور. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما كانوا یصنعون. خدا میگه ای پیغمبر و تمام مؤمن ها بگو و شما بگو، هر کسی که مؤمن است، هر کسی مسلمان است، و اون بگو چی بگو؟ یغضوا من ابصارهم، چشم هاشون از دیدن زنهای نامحرم پوشانند. یغضوا من ابصارهم، با چشم هاشون زنهایی که برای اونها دیدن او نادرست است، غلط است، خطا است، حرام است، به اون نظر نکنند. خدا با پیغمبر گفته ایستاده است که به مؤمنها برساند. و یحفظوا فروجهم، و خودشان از راه زنا، یعنی فرجهای خودشان از راه زنا محافظت کنند. بعد خدا گفتند ذلک ازکی لهم، این برای شما خوب است، این برای شما پاکیزگی، این برای شما شأن و شرف است. ان الله خبیر بما كانوا یصنعون. خدا میگه زیرا این که من از همه کاری که میکنین من درکدار هستم، من معلومات دارم شما کیه، شما چیکار کردین، همه من معلومات دارم. دادر عزیز ببینید اینجا در حکمت ببینید. خدا در اول آیت پیش از آنه که ما را از زنا کردن من کرد، اول از نظر کردن من کرد. ببینید نظر کردن در زن بیگانه را خدا قبل از زنا کردن آورد. شما به زنهای بیگانه نظر نکنید. برادران امروز ببینید کوچه را ببینید، مقصد خواهرای ما و شما، دخترای ما و شما آن طرز لباس میپوشند که هر یک چشم به سوی خودش جلب کننده است. هر یک چشم یک بار نگاه میکند، ببینید یک بار نگاه میکند، خب میخواهد که دیگر نگاه نکند، لیکن شیطان وی وسواس میکنه نگاه که بار دیگر باز نگاه میکنه. انا هموش علکه زنای چشم است.
العینان تزنیان و زناهما النظر. حبیب خدا گفتن چشمها هم زنا میکند. زنای گویم که چشم چی بوده است؟ این نظر کردن است. خدا ما را از نظر کردن من دارد. و این چنین و کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خدا با زنها را گفت، اول مردها را گفت ای مردها به زنهای بیگانه نگاه نکنید. اول خصوص داده را عزیز، شما خیلی جوره بازی دارین، شما خانه یکدیگرتان میرین، هیچ وقت با چشم بستنی رفیقت نگاه نکن، هیچ وقت با چشم بد، با چشم شهوت خواهری رفیقت نگاه نکن، چشمکات پیش خود بگیر. هیچ وقت در خانه اونها خودت از اهل عیال اونها نگیر، چشمات پیش خود بگیر، سر تا پایان بگیر، وارد خانه شو. حتی اونا خواهش دیدن هم که کنن، تو دادر عزیز نگاه نکن، هیچ وقت نگاه نکن. خداوند زنها را گفت ای زنها شما هم از نگاه مردهای بیگانه چشمهاتون پوشید. و شما هم خداوند گفت هیچ وقت آنچه از زینت دارین اونها را پیشکش مردهای بیگانه نکنید. زیرا حبیب خدا میگه النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر همین چشمی که با شما امروز نسبت دخترها میکنیم، وقتی نگاهش میکنیم جسدی و یا وقتی میبینیم، گفتی محمد اقبال لاهوری که فکرتی تو جذبه ها دارد بلند، یعنی فکرتی او همون جسم دختر همین یک قوت دارد، یک قوه جاذبه دارد که وقتی نگاهش میکنی نگاهی تو را بردوام میکند، نمیتونی نگاه تا کنده. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ببینید تا حسین بار شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. نگاه کردن او هم یک قوت چی دارد؟ قوه جاذبه دارد. لیکن به هر حال از داره عزیز همین سخن فراموش نکنید که حبیب خدا گفتن نظر کردن ببینید تیر هست زهرآلود از تیرهای شیطان. تیر زهرآلود از تیرهای شیطان. اما همون چشم تو اما که نگاهی و یکی کنده نتوانستی کرده، یقین دان که وسواس شیطان در وجود تو هست. تو در او کلمه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم استفاده برو روز از وی گردان داده. هیچ وقت در نظر کردن شاعرای عرب میگفتند کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر. احمد شوقی میگوید حضرت گفتند همه حادثه ها کل حوادث مبدأها من النظر، همه حادثه ها را آغازش از نظر کردن است. آغاز همه حادثه از نظر کردن میشود. حتی میگه و معظم النار من مستصغر الشرر. آیا نمیبینید نگران همین آتشهای کلانی که همین سوختارهای خیلی کلانی که میبینید همون را سرچشمه بلند شدنش از آتش خوردکک بود. از یک آتش خوردکک آتش را بینید که به چند آشیانه ها میبرایند. همون را سرچشمهش یک آتش خورد بود. یعنی سرچشمه همه حادثه ها، همین حادثه های زنا و دیگر بی‌معنی ها و بی‌ترتیبی ها هم اولش میگه چی هست؟ نظر کردن است. دیگر شاعر عرب هم گفتن نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعیدون فلقا. ببینید نظرتون نظر کردی، فابتسامتون بعدی نظر گفت، دویم چیزی که از تو رخ میداد این تبسم است. نگاه که کردی دختره وای که تو را نگاه کرد خنده میکنی فابتسامتون فسلامون. بعدی تبسم سیوم مرحله چه است؟ سلام کردن. دست در دستش میمانیم. بعضی جوانای ما شاید که درک نداشتن یا شاید که نمیدانم چی خیال دارن، دست دخترای بیگانه را میدارن و اصلا سر را میدهند، تا این اندازه را دستش میگیرن، دستش در دستش صحبت دارن. ولی من بعضی خبرهای افتون تا
راستی بار اونقدر انیقشم نمیدانم، میگه در مکتبها همون سلام هایی که بچه ها خطی دخترها میکردن حاضر میگه به آغوش کردن میگه الکی مبدل شده. بعضی هاش میگه دخترها خطی همسنفای خود جان، بچه ها خطی سلام میکنن، چیلی بچه با بچه آغوش میگیرد، یکدیگر آغوش میگیرن. همونا کیان؟ دختری تو است، دختری من است، بچه تو است، بچه من است. همین باید که من گویم، شما نمیدونی گویا، شما گویا نمیدونی. من که الحمدلله مسئولیت دارم، بزیمه مسئولیت دارم. من بنده امروز میمرم، روز پیش خدا میرم، به خاطر مسئولیت بحل کردم، به خاطر که من از دسترخوان شما نان میخورم، من از کیسه شما سون میگیرم، من در ماشین شما راحت میکنم، من از حساب شما. این اولا البته داد خداوندی، این فضل پروردگار است. لیکن ما که به شما وابسته ایم، ما که از شما استفاده بریم، لیکن سخن حق به گوش شما نرسانیم، این مسئولیت در پیش خدا در ذمه ما.